السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب امروز می خواهم با شما درباره 5 خصلت انسان‌های موفق ذکر نمایم. رقم 1 بر وقت از خواب خیستن. آدمان موفق همیشه بر وقت از خواب میخیزند. برای آن که چقدر که آنها بر وقت بیدار شوند همانقدر وقت زیاد را برای انجام دادن کارهایشان به دست میآورند. در یاد دارید پرنده بر وقت لقمه خود را مییابد و اینچنین میگویند که پرنده که بر وقت بیدار است خوب خواب میکند. اگر شما در بر وقت خیستن مشکلی داشته باشید برای خود یک ساعت سحرخیز را پیدا کنید که نهایت آوازی بلند داشته باشد. اینچنین آن را از جایگاه خود کمی دورتر گذارید، زیرا اگر در نزدیکی شما باشد عادتا صدای آن را خاموش میکنید. پس در یگان طرفی دورتر از جایگاه خود گذارید تا اینکه برای خاموش کردن آن از جای خود برخیزید. خصلت دوم زیاد بخوانید. هر چیزی را که شما میخوانید از آن کم کم معلومات در خاطره شما جای شدن میگیرد و شما نمیدونید که شاید یگان وقت آن به شما لازم آید. هر قدر که شما دانش داشته باشید همان قدر پرقوتر و آماده همه حل مشکلات میگردید. چقدر که زیاد خوانید همان قدر کلمه های نو را میآموزید که برای استفاده لغت های هر روزه‌تان بهبودی میآورد. هنگامی که کتاب میخوانید باید شما شخصیت ها، زمینه های آنها، آرزوها، تاریخ آنها و اینچنین ستون ها و عنوان های آنها را که در هر یک واقعه ذکر شده است به یاد گیرید. این برای در خاطر گرفتن خیلی زیاد است، اما خاطره ما خیلی عجیب است و همه چیز رو به ترتیب جای کرده میتواند. عجیبترش هر خاطره نوی که شما میسازید راههای نوی مغز سر را باز میکند و رگهای موجود بوده را پرقوت میسازد که برای خاطرات کوتاه مدت کمک میکنند. وقت یا ساعتی معین برای خواندن پیشکش نشده است، اما معین کردن وقت برای هر روزه خواندن دانش شما را تکمیل میدهد و این خصلت به موفق شدن شما کمک میکند ان شاء الله. خصلت سوم سلامتی خود را در مد اول گذارید. رفتارهای سالم مثل خوب خوردن و ورزش و از موادهای ضررناک پرهیز کردن به مورد است. اما بار شما فکر کردید که چرا این عملها را تطبیق میکنید؟ رفتار سالم این خصلت می باشد که برای جسد، عقل و احساسات شما فایده میرساند. این خصلت ها سلامتی شما را بهتر میسازد و شما خود را خیلی خوب احساس میکنید. خصلت های سالم را تشویق دادن خیلی مشکل است، اما اگر شما قرار گرفتید و با یک نیروی قوی خواستید که سلامتی خود را بهتر سازید، نابسته از سن و سال، جنس یا نیروی جسمانی، تاثیر آن خیلی عالی است. خصلت چهارم به هر چی که دیگران میکنند ناراحت نشوید. راههای موفق شدن نفران دیگر میتوانند الهام بخش باشند. بله، ما خیلی چیزها را از خطاگی آنها، غالبیت آنها، چه کارهای عملی کردن یا نکردن میآموزیم، اما همان دمی که خود را با آنها مقایسه کردن را شروع میکنیم، به جایی که ما الهام گیریم، در طبیعت ما حسی رشک و فشار و بی‌قدری، مجموعی سستی ها پیدا می شود. عادتا ما برای اندازه‌گیری موفقیت یا ناکامی خود دیگر آدمان را استفاده میکنیم. همه ما خود را با دیگران مقایسه میکنیم، شاید با آدمانی موفق تر. به مقایسه کردن با دیگران ما چه خیل میدونیم که چه چیزها امکان پذیرند، یعنی چه خیل ما میفهمیم که چه کارها را کرده میتوانیم. اما هنگامی که این روند در حیات کاری ما دوام مییابد، آن به یک رشک کسبی تبدیل مییابد که اگر ما آن را اداره کرده نتوانیم ما را در یک حالت ناگوار قرار میدهد و فشارها را بالای ما زیاد میکند. پس احساسات رشک را معین کردن ضرور است، زیرا وقت و نیرویی که برای مشغول کردن خود با کارهای دیگران می رود باید برای بنیاد شغل و آینده خود ما صرف شود. انسان‌های موفق حس می‌کنند که راه آنها فرق کننده و مقایسه نشونده می باشد. به همین خاطر آنها برای خود سرمایه گذاری می‌کنند و همیشه به هدفهای خود دقت می‌دهند، مثل اسب دونده که تنها نظرش به یک خط نهایی است. خصلت پنجم، همیشه خود را آگاه سازید که وقت شما تمام شونده و محدود است. بنابراین شما میراث‌های را میمانید که شما را اصلا قهرمان میسازند. موفقیت راه‌هایی دارد که در یک وقت درسی را میآموزید: تکمیل دادن و از نو کردن، تکمیل دادن و از نو کردن. انسان‌های موفق در حیات پیشرفتند و به پیش میروند با روبرو شدن با مشکلات و درس‌های در حیات. خوب این بود نوار امروزه. به همین گفته های بالا بیاید این 5 خصلت ها را استفاده بریم همچون محل آغاز، یعنی چیزی که شروع کنیم برای بنیاد نمودن موفقیت که در نظر داریم ان شاء الله.